فیوز هستم. اومدم بازی ماینکرافت رو بکنیم. بریم 3 2 1. بچه اومدیم بازی سورویوال ماینکرافت رو بریم. امیدوارم از این بازی خوشتون بیاد. لایک و کامنت فراموش نشه. زنگوله هم بزنین که اگر چیز جدیدی ویدیو جدیدی گذاشتم حتما با خبر بشین. باشه 3 2 1. حالا من یکم صحبت نمی‌کنم که شما تا این بیاد بعد دوباره باز صحبت می‌کنم. خب بازی مثل اینکه شروع شد. همین اول کاری یه چیزی دارم. چی داره؟ اوه فهمیدم. فهمیدم. نگو بلوک آتشین گذاشتم. خب بریم شروع کنیم. اولین کار باید از اینجا دریم. اوه صدا چیه؟ از اون بهتر میریم. خیش چون خفه میشدم و بریم بالا. بریم را رفتیم بالا. خب بشه یکم چوب بکنیم که وسایلمون رو درست کنیم. بزنیم. فعلا همین مقدار بسه تا بریم از اینا بسازیم و از اینا. خب از اینا بزنیم. خیلی دو تا شمشیر رو فعلا برداریم. اشتباه برداشتم. باید بنفتم. فعلا با همین هم بکنیم. نظر شما هم اینقدر بسه؟ نظر من که بس دیگه داری پر میشه. خب این ها زدیم. حالا اینجا یک دونه کرافتینگ تیبل داشتیم. بریم. حالا دو تا تبر، یک دونه کلنگ. فعلا همه اینقدر بسه. اوه تو کجایی؟ یو ابوالفضل بسم الله. من از این پایین‌تر نمیرم چون مطمئنم اونجا زامبی داره. فعلا سنگ بکنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگه دنبال نکردی حتما دنبال کنید. 2 ثانیه بیشتر تو وقتتون نمیگیره. روی دنبال کردن بزنید و من دنبال بریم ادامهش بدیم. باشه این ماینکرافت داستانیه. ممکنه مثلا من اینجا ویدیو رو قطع کنم و بریم پارت دومش رو بزنیم. مثلا میگیره این چیزی. بچه‌ها ببخشید داشتم زایه شده. یو ابوالفضل اینو فهمیدم. باید چی بگیریم. مثلا این بازی اینجوریه که فقط باید هر چیزی رو با وسایل خودش بکنیم. مثلا سنگ رو با تبر بکنیم بهت سنگ نمیده. اینجوریه بازیش. من بعدا با کسای دیگه یعنی مثلا 3 نفریش میکنم، 2 نفریش میکنم، با دوستان میام حتما. ولی الان چون بار اولمه اومدم اینجوری بازی کنم و مطمئنم انشالله خوشتون بیاد و منو دنبال کنید حتما. چون ممکنه من بازی های هاگی واگی اینا رو بکنم.
نزن. اوه غلط کردم خش زدمش پرو بود. یا فصل خب به دوستای چیزای بیشتر یک رفتیم تیبل درست کنم. ناش پیداش کردم. خب بریم سراغ یک از نو دوتا از نو چندم که درست باشه. چون من شما خیلی شما رو دوست دارم. اگه شما منم دوست دارین حتما کامنت بذارین. مهدیار فیوزی کچل من بچه ها اگه میشه با خرید روبی و اشتراک یک زمانی پر میشه و تا 9 شب من هستم. اگه میشه این روبی رو بزنید که من گوشی خودم میگیرم. من الان دارم با گوشی کسی دیگه استریم میگیرم. اگه میشه بیاین اینا رو بذارین تا من کم پول جمع کنم و بتونم برای خودم گوشی بخرم. دست شما درد نکنه بچه ها. دست اینا خوار توتن بالویم توتن تمیز بیشتر تمیز کن. غذامونم جور شد. بریم کشتی بسازیم که از این جنگل باز بریم یک جنگل دیگه. بچه از این سگ نمیاد منو بزنه. من فقط گربه اینجوری نمیشدن. وای بچه من چی کار کردم؟ چه کنم؟ فدا سر رفت. بدبخت شدم بیشتر. اشکال نداره میریم با دوباره جمع میکنیم. حالا فعلا بریم یه دونه چیز بسازیم. قایق بسازیم. چوب میکنیم چوب با شکار آهو. چوب میکنیم چوب شکار آهو. چوب میکنیم آی چوب میکنیم آی. خب به نظر تو دست 4 تا یا نه 5 8 9 تا میخواست. کلا یادم نبود همه اینا رو باید بریم کرافتین تیبل. خوب ببشی 3 تا زدم. خود تو سر بابا آنو بچه یه قایق برداشتیم و میخوایم بریم یک چیز دیگه، یک دونه جزیره دیگه که شاید اونجا بتونیم بریم. دریا بگه نانه کنیم بچه ها. من به کجا دارم میرم؟ سرزمین یخ چوره بسفنده مثل ماهی یخ زده. عصر یخبندانه بچه ها اینجا. بریم بالا. آی چی شد؟ خب بچه ها دوباره میخوایم تجهیزاتمون رو پر کنیم ببینیم چی میشه. بچه ها اگه خوشتون اومد حتما لایک فراموشتون نشه
دنبال کردنم بزنین که همیشه دنبال من باشین و همیشه اول صفحه منو ببینید. چون هنوز بلد نیستم عکس خودمو بذارم این بالا، ببخشید شما نمیتونید شکل منو ببینید. او چو بولو برف دیگه احمد نمیاد. خب چوبم از اینا هم نیاز میشه. بچه ها میخوایم بریم کشاورزی بخوریم. حالا فعلا این برفا رو بکنیم، برف نیاز نداریم. بچه یک چیز جدید بهتون نشون بدم. بکن آینه بچه ها. اینجا این به جای خاک، اینجا نگاه کنیم بچه ها. بله بچه ها تا پارت بعدی خدا نگهدار.